خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. سال آخرین در تاشکند. در نیمه اول سال آخرین تحصیل، یعنی تا آغاز سال 1950، امتحانات سال گذشته را سپردم. از ابتدای سال 1950 دانشجوی کامل حقوق فاکولته محسوب می شدم و با دانشجویانی که با آنها کمتر همبستگی دوستانه داشتم خواندن را ادامه می دادم. در رادیو نیز کار با روند پیشینه دوام می کرد. برنامه‌های موسیقی و ادبی و بدیعی به وضع اول خود بازگشتند. در اول سال 1950 برای خواندن کورس تاریخ ادبیات فارس و تاجیک شرقشناس معروف الکساندر نیکولایویچ بالدرف از لنینگراد آمد. ما که سالهای گذشته از شنیدن لکسه تاریخ ادبیات فارسی محروم بودیم، آمدن بالدرف نوید خوش و نعمت بی‌منت بود که دانشجویان جوان ایرانشناس نهایت از تاریخ ادبیات فارسی صاحب دانش می شوند. برای من نیز گویا خداوند مشکل کشای مشکلاتم را فرستاد. در همین ماه‌ها برای کار دیپلمی موضوعی می بایست انتخاب کنم. متخصصی وارد نبود که مشورتی کنم. خود می خواستم موضوع کار دیپلمی به تاریخ ادبیات تاجیک تعلق داشته باشد. در این مورد گویا از غیب الهام آمد و اثرهای علمی و تحقیقاتی استاد عینی را راجع به تاریخ ادبیات تاجیک و سیماهای بزرگ آن موضوع کار دیپلمی قرار دادم. دکانت موضوع را تصدیق کرد. قرار شد که راهبری کار را وقت آمدن بالدرف از وی خواهش خواهند کرد. بالدرف ماهی مرد آمده و دفعتاً به تدریس کورس ادبیات فارس و تاجیک شروع نمود. نام بالدرف چند سالها پیش به من آشنا بود. سال 1938 داستانهای شاهنامه بار اول منتخباً به تاجیکی از طرف بالدرف تحت نظر یوگنی برتلس چاپ شده و این کتاب را گشته و برگشته می خواندم. این کتاب چون یادگاری گرانبها در کتابخانه محفوظ است. سال 1940 جعفرخان عمکم از ترین آباد نمونه های فلکلور تاجیک را آورد که ترتیب دهنده آن الکساندر نیکولایویچ بالدرف بود. اینک عالم شرقشناس نامدار را به چشم خود می دیدم. سیمای نورانی، قد و قامت رسا، طرز گفتار دلکش و پرجاذبه و نهایت آهنگ خوش و مثل نظم کلاسیکی موزون و گوشنواز لکسیه های او را دلنشین و خاطرمان می کرد. از سفر بالدرف استفاده نموده از موضوع دیپلمی با ایشان مشورت نمودم و خواهش نمودم که راهبر رسمی کار دیپلمی من باشد. به بالدرف از آنکه استاد عینی از موضوع کار خبر دارد نقل نمودم. صورت واقعه چنین بود. هنگامی که موضوع را انتخاب نمودم به استاد عینی مکتوب نوشته خواهش نمودم که راهبری کار را لطفاً قبول کند. آن وقت آمدن بالدرف به تاشکند معلوم نبود. دیری نگذشت و از استاد جواب گرفتم. مکتوب که با عذر و معذرت زیاد از طرف استاد بزرگ به یک نفر جوان پسری طالب علم نوشته شده است خیلی عبرت آموز است و آن را مکمل اینجا درج می کنم. رفیق هادی زاده، مکتوب 21 فوریه نوشته اتان 27 فوریه رسید. با افسوس مجبورم به شما معلوم کنم که من درباره دیپلم رباطتان به شما راهبری کردن نمی توانم. سبب اولین این پیری و نبودن وقت است. من موافق شرطنامه مجبورم که قسم 4 یادداشت‌ها را تیار کرده به نشریات سپارم. قسم 3 را 10 فوریه سپردم. غیر از این برای به چاپ تیار کردن داخونده و غلامان و به زبان ازبکی نوشته دادن قسم‌های 1 تا 3 یادداشت‌ها به نزدیکی با نشریات دولتی ازبکستان شرطنامه بستم. بنابراین از ازگو یعنی دانشگاه سمرقند
که من کارکن اشتاتی آنجا می باشم، برای راهبری یگان دیپلم رباط رو قبول نکردم و به اسپیرانت‌های خودم که کاری اساسی من در ازگو با آنها کار کردن است امسال راهبری کردن نتوانستم. و بالای این نامزدی من به دیپوتاتی سویت عالی مانده شد که برای مقاله ها نوشتن، با انتخابچیان ملاقات کردن و برای سسی یکم به مسکو رفته آمدن 1.5-2 ماه وقت می رود. من امیدوارم و باوری دارم که شما این عذرهای مرا می فهمید و برای رد کردنم کارتان را از من نمی رنجید. دوم اینکه مادام که کار شما تحقیق اثرهای علمی من است، خود من رهبری کردنم آنقدر مناسب نیست. مادام که مسکو رفته آمدنتان مشکل است، من مصلحت می دهم که پروفسور سیمیانوف را به خود رهبر قرار دهید. او در موضوع تحقیقات علمی خوب رهبری کرده می تواند. با سلامی رفیقانه، عینی 27 فوریه 50. علاوه پنجکند رفته ایستاده بودم برای ملاقات با انتخابچیان، بنابراین خط را به تعجیل بد نوشتم. می بخشید. به سگو فهمانید که به من خطی رسمی نکنند، چون که برای رد کرده جواب نوشتن هم وقت در کار می شود. از نامه استاد معلوم بود که ایشان انتخاب موضوع را می پسندد و به آغاز کار فاتحه می دهد. به والدرف هم موضوع پسند آمد. راهبریت دانشکده او را به رسمی راهبری کار دیپلمی تصدیق نمود. روزهایی که والدرف در تاشکند بود، نکته های اساسی کار را مطرح نمودیم. والدرف بعضی علاوه و تکمیل نمود و من با کمال میل و غیرت به نوشتن شروع کردم. نوشتن دیپلم با سرعت و موفقیت دوام می کرد. در رفت کار حجت و سندهای عجیب و فکر و ملاحظه های تازه به میان می آمد. تا رفت به کار با شوق و توجه زیادتر فرو می رفتم. از انتخاب موضوع خود به خود افتخار می کردم و شاد می شدم. در واقع هم این ساحه مهم فعالیت استاد عینی مورد تحقیق و آموزش قرار نگرفته بود. حالانکه صدرالدین عینی در بنیاد و تشکل ادبیات شناسی نو تاجیک سهم بزرگ گذاشته است. مقام علمی صدرالدین عینی را دایره علما و دانشمندان پتربورگ قدر شناسی کرده به او عنوان افتخاری دکتر علمهای فیلولوژی را تقدیم نموده بودند. مرا شاید همین اقدام دانشمندان والا مقام روس به این کار واداشته باشد. در عین اوج کار روزی از اداره رادیو خبر دادند که مرا به شعبه مطبوعات کمیته مرکزی حزب کمونیستی ازبکستان دعوت می کنند. گمان کردم شاید درباره برنامه‌های تاجیکی رادیو صحبتی داشته باشند. در روز و ساعتی مقرر به کمیته مرکزی واقع در کوچه گوگل رفتم. مرا مردی تخمیناً 50 ساله تاتار با نسب بیگبولاتوف قبول کرد. در مقدمه سخنش صفت خوبی برنامه‌های ادبی و موسیقی تاجیکی را تعریف کرد و نهایت به سر مقصد آمد. اکنون ما شما را برای اجرای وظیفه از این هم مهمتر و ضرورتر تعجیلاً دعوت نمودیم. موافق قرار بیروی سیاسی کمیته مرکزی وکپب در تاشکند نشر گزیت جمهوریوی تاجیکی از نو برقرار می شود. ما خواهش می کنیم که از هفته آینده سرکرده بر ریدکس گزیت گذارید و تا آخر ماه اپریل یک جایه با رفیقان دیگر شماره اولین گزیت را از چاپ برآریتان. این گپ برای من غیر چشم داشت بود. وقتهای اخیر در رادیو کار را سبکتر کرده بودم که دیپلم خود را نوشته تمام کنم. به نظرم چنین نمود که به کار گزیت گذاشتن از بحر کار دیپلمی حتی از بحر تحصیل گذاشتن را برابر است. عذر بسیار آورده خواهش نمودم که در این کار مرا معاف دارند. بیگبولاتوف با دقت گپ مرا گوش کرده گفت: وضعیت دشوار شما را خوب میفهمم، اما حسیات وطن پروری و ملت دوستی شما همه مانعه ها را برطرف می کند. اگر حاضر ما در این مسئله تأخیر و فروگذاری کنیم، روزنامش تشکیل نمی شود
و این عین مدعای بعضی کسانی مقابل تاجیکان می شود. در وقتش میلی به تاجیکان گذشتن سمرقند و بخارا به میان آمده بود. تاجیکان سستی کردند. حکومتداران ازبک چالاکی کرده پایتخت ازبکستان را زود به سمرقند بردند. با همین سمرقند از آن ازبکان شد. دیرتر قزاق‌ها به تاشکند دعوا کردند که این شهر اصلاً به قزاقستان نزدیک است و اهالی زیاد شهر و اطراف آن قزاق هستند. ازبک‌ها وضعیت را فهمیده پایتخت را زود به تاشکند کوچانیدند. اگر شما بر این کسان از وضعیت استفاده نبرده سهلنگاری کنند، روزنامه تاجیکی نبرآمده میماند. حالانکه در قرار مذکور تأسیس باز چند روزنامه‌های تاجیکی در نظر داشته شده است، از جمله گزیته ولایتی در سمرقند و باز چندین گزیته‌های شهری و ریانی. من بار اول تاریخ پایتخت شدن سمرقند و تاشکند را از شخصی معتبر حزبی می شنیدم. چنین اطلاعات در آن زمان چندان عکس صدا برای من پیدا نکرد، اما ترغیب و تشویق بیکبولاتوف دلیل و عذرهای آورده مرا سست کرد. نهایت راضی شدم که در تأسیس روزنامه تاجیکی شرکت کنم. از کمیته مرکزی به رادیو تلفن کردند و کارهای مرا سبکتر ساختند. در گزیته به مدیریت شعبه ادبیات و مدنیت تعیین شدم. ما 4-5 نفر تاجیک از هر جا جمع آمده به کار شروع کردیم. به وظیفه محرر گزیته فاضلف نام روزنامه‌نگاری سابقه‌دار را از سمرقند آوردند. محرر تکنیکی را نیز از سمرقند دعوت کرده بودند. کاتب مسئول سعدی مقصودوف نام شخصی که در روزنامه‌های تاجیکی تاشکند و استالیناباد کار کرده بود تعیین گردید. اداره در 3 خانه یک طبقه واقع در طرف شرق مطبعه گزیته‌های جمهوریوی جای گرفت. روزنامه تاجیکی همچون روزنامه‌های رسمی دولتی زبان‌های ازبکی و روسی، قزل ازبکستان و پراوداوستوک، ناشر افکار کمیته مرکزی حزب، شورای عالی و حکومت ازبکستان بود و ازبکستانی سرخ نام گرفت. بعدها این روزنامه را به حقیقت ازبکستان، روزنامه‌ای که سالهای 30 در سمرقند همچون ناشر افکار دولتی چاپ می‌شد، و آخر به آواز تاجیک، روزنامه تاجیکی اولین که در سمرقند نشر می‌گردید، نامگذاری کردند. 2 ماه اول تأسیس و نشر روزنامه برای من خیلی وزنین بود. روزانه ها بالکل به کارهای روزنامه و قسماً به بعضی کارهای برنامه‌های تاجیکی رادیو مشغول بودم. بیگاه از ساعت 9 شب تا ساعتهای 2-3 شب در کلبه درویشانه کوچه ژلزنیک رساله دیپلمی می نوشتم. به تألیف و نوشتن رساله مشاور نداشتم. علل خصوص که به زبان روسی می نوشتم، شخصی پیدا نبود که سبک و اسلوب نوشته های مرا تحریر و تصحیح نماید. نهایت ماه ایون رسید. در اول ماه رساله دیپلمی را حمایت کردم. اپننت رسمی پروفسور سیمیانوف، آن وقت عضو وابسته اکادمی علم‌های ازبکستان، تقریظ خوب نوشته در وقت حمایت خودش آن را خوانده داد. از روی تقریظ و ارزیابی پروفسور سیمیانوف رساله دیپلمی سزاوار بهای اعلا گردید. بعد از این یک امتحان دولتی بود از اساسهای مارکسیسم لنینیسم که آن را نیز به بهای اعلا سپردیدم. کمیسیه امتحانات دولتی مرا با دیپلم امتیازی یعنی سرخ سرفراز کرد و برای تحصیل آینده در اسپیرانتور دانشگاه نامزد تصدیق کرد. می‌خواستند به اسپیرانتور لنینگراد توصیه کنند، اما در اداره روزنامه جمهوریوی در ایفای وظیفه بودنم را به نظر گرفته تحصیل اسپیرانتور تاشکند را صواب دانستند. تحصیل دانشگاه، امتحانات دولتی، نوشتن رساله دیپلمی و مأموریت از حد زیاد روزنامه ازبکستانی سرخ مرا خسته و مانده کرده بود. اکنون از دانشگاه آزاد بودم، اما کاری روزنامه خیلی زیاد بود. با وجود همین از محرر برای استراحت 15 روز اجازه گرفته به سمرقند رفتم. محیط خانواده و پرستاری و نگاه و بین مادر، پذیرایی خوش و خرسندانه خویشاوندان، به جسم و روح کاهیده
نیرو و بالیدگی اهدا نمودند. بعد از راحت و فراغت خواستم به دیداری استاد عینی برسم.